درود به شما همکاران ارجمند. عشق به وطن از محبت به دیار سرچشمه میگیرد. در دستم کتابی ژورنالیستی خوشنام و خیلی شناخته کشور احمدشاه کامل‌زاده دربند. راستی چند روز شد که این کتاب رو مطالعه کرده ایستادم. گفتن ممکن قایل شدم. استاد احمدشاه کامل‌زاده اصلا قلعه تاریخی دربند یا املاک هم هست در سرچشمه ها و قلعه همجوارش جمشید و یا جمهور، همین پژوهش اطراف این دو قلعه است. ولی در همین کتاب تاریخی وادی قراتگین پور را پیشنهاد شده است. استاد احمدشاه کامل‌زاده بیشتر از 150 سرچشمه های تاریخی را اینجا در پاورق کتابش در جایی که ادبیات ها نوشته شده است آورده است. این کاری حاضر نیست. یعنی آن قدر جدی گرفته است استاد احمدشاه این پژوهشش رو، این رساله اش رو، که در هر کجای چند در تاریخ نام قراتگین، رشت، دربند و هر نام مربوط به این منطقه هست، تصور کنید که تمام پژوهشگران نوابسته از کدام منطقه دنیا، خواه رومی باشد، خواه چینی باشد، خواه از روسیستان باشد، هر کجای سخن درباره رشت و البته قراتگین بعدتر است به قول مؤلف بعد عصر 17-18 است و دربند خیلی کهن است و یعنی کاری مؤلف شایسته تحسین است و توصیه میدیم که این کتاب رو بخونید. وقتی که هم به حروفات کریلی است هم به فارسی و بعدی خواندن این کتاب، این رساله، من به خلاصه اومدم که این کتاب رو میگیرم یک بار دیگر من 10 مرتبه به وادی قراتگین سفر کردم، بخصوص در بند ولی نورآباد امروزه، ولی میخوام اکنون این کتاب رو بگیرم و دویم بار سفر کنم. همه قلعه ها، دیژ ها که بسیارش مقام استراتژی داشتن برای منطقه در آن سالها میخوام از نو ببینم و سر هر یک قلعه که اکنون زیارت میروم باید بالای آن همون قلعه بخوانم و یک بار دیگر مقایسه کنم. جهانی سپاس به استادی عزیز احمدشاه کامل‌زاده. اگر هر نفر چنین دیارش را دوست بدارد، بیشک باید وطنش را دوست می‌دارد. ولی من خیلی افسوس می‌خورم که کتاب تعدادش خیلی کم است. من باور دارم که جوانمردانی همین دیار حالا ثروتمندانش خیلی زیاد است. بگیریم همین برادر رحیم که میانی مردم با همچون رحیم قرنی مشهور است. توجه، من یکان بار مراجعت نکردم به رحیم. این کتاب را یک بار ورق بزن و حتما 1000 نسخه کمک کن با استاد انتشار شود و در تمام 50-60 شهر و ناحیه کشور قلم 2 نسخه در کتابخانه هاشون باید باشه. باقی با استاد بار دیگر جان سپاس برای این تالیفات خیلی 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 عالیشون. توصیه میدیم بگیرید بخونید. خیلی قلمش زیبا است، سرگپی نیست. سر هر یک قلعه، هر یک دیژ، هر یک موضع تاریخی 1-1.5-2 صفحه نوشته است، ولی همش مدرک است، دلیل است، اساس است. نام این عالم است، نام این رساله است، نام این پژوهشگر است و حلالش هم بود.
مبارک همون باد.